سلام به همه همراهان کمایسر. من سید امیرحسین قریشیان امروز اومدم شما رو با یک گجت حرفه‌ای 3 سانتی آشنا کنم. این گجت 3 سانتی دوست داشتنی که در قالب یک کلگی شارژره میتونه برای شما تصاویر رو به صورت آنلاین روی موبایلتون نمایش بده، فیلم ذخیره کنه، صدا رو براتون ذخیره کنه، بهتون آلارم حرکتی بده، یعنی زمانی که شما سیستم دوربین رو در حالت آرم قرار میدین و از محل خارج میشید، اگر بعد از شما تحرکی و دوربین ببینه بهتون در قالب نوتیفیکیشن روی گوشیتون پیام ارسال میکنه. این گجت 3 سانتی که اینجاست مشاهده میکنید یه پورت ماژول یو اس بی داره که شما اصلا به صورت همزمان میتونید برای شارژ کردن گوشی یا هر وسیله دیگه ای استفاده کنید. یه دونه لنز خیلی ریز روی خود دوربینه که اصلا هیچکس متوجهش نمیشه، واقعا کاملا شبیه کلگی شارژر معمولیه و شارژ هم میکنه، یعنی فقط دوربین نیست، در این حال شارژر هم هستش. کیفیت خیلی بالایی داره برای تصویربرداری در روز و شب که به صورت آنلاین تصاویر رو موبایلتون توسط مودم ارسال میکنه. ببینیم حالا ما میخوایم این دوربین رو براتون نصب کنیم. یه دفترچه راهنما داخل جعبه محصول هستش که به 2 زبان چینی و انگلیسی، که حالا چینی مثل من شاید زیاد بلد نباشید ولی خب انگلیسیش خیلی راحته. با نگاه کردن به شکل ها هم میتونید خودتون دوربین رو برای خودتون نصب کنید. کیفیت خیلی بالایی داره. حالا ما می‌خوایم این دوربین رو بریم انتقال تصویرش رو بگیریم روی موبایل و ببینیم که چه تنظیماتی رو باید براش انجام بدیم. با ما همراه باشید. خب دوستان، برنامه لوکم رو دانلود می‌کنیم. حالا من از قبل دانلودش کردم، لینکش هم برای شما میذارم تا بتونید از اون استفاده کنید. وقتی که برنامه رو دانلود کردید وارد برنامه میشید. حالا از اینجا شما باید ابتدا لیست وای فایتون رو باز کنید و اسم دوربین رو انتخاب کنید که معمولا یک کد و چند تا رقم مشخصه، رمزم نداره. موقعی که بهش وصل شدید مجدد وارد برنامه میشید و میبینید که به صورت خودکار خودشون رو اد کرده و حالا ازتون میخواد که اونو به مودم وصل کنید و حالا اینجا میتونید اسم مودمتون رو انتخاب کنید، رمزش رو بزنید و بهش وصل بشید. خب حالا ما اون کارا رو کردیم و الان شما دارید تصویر منو از داخل دوربین مشاهده میکنید که حالا توی محیط نسبتا تاریک ولی خب کیفیت خیلی خوبی رو داره ضبط میکنه.